برنامه چطور بود؟ یه ذره خسته کننده بود ولی در مجموع ببین هر قدمی در راستای هیپ هاپ به نظرم داستان‌های مثبت خودشو داره. شروع بود دیگه. آره باحال بود. جای باحالی بود. بچه‌ها چطوری؟ پاش دست داره بعد تو پاش هاش گلا که میره میخوره این وسط. با این وضعیت با این نقاش رو هم ببین چقدر آزرده بود. تالنت ها چطور بودن؟ ببین توی لول میخوام بذارم. ببین توی لول زیادی باید باشی ها، توی بعد زیادی باید باشی اینو بتونی بکشی. حداقل 35 عجیب غریبه این. چطوری؟ تالنت ها چطور؟ آها تالنت یعنی استعداد. میدونم واسه اعلام کنم اینو. رپر هامون رپر هم آفرین. بیان کردم چیه؟ جرشا چطوری؟ حالا ولتون نمی‌کنم قسمت‌های بعدی هم همتون دوباره میاد.